سلام بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیوی فوق‌العاده عشقی. اومدیم با برج میلاد. جدی دارم میگم بچه‌ها، بحث سر برج ایفل میشه. برای چی نباید برج میلاد رو وارد بازی کنیم؟ بچه‌ها برج میلاد در شهر محبوب بچگیامون بیکینی باتم. فقط شما نگاه کنید، شهر اصلی بیکینی باتم هم تو ویدیوی بعدی میاریم. بعدم اشتاقم که برم داخل. بچه انقدر جزئیات داره مپش، موبایلم داره خراب میشه، اصلا داره میسوزه. اصلا کی میتونه همچین برج میلادی رو به تنهایی بسازه؟ اصلا ممکن نیست. تنها چیزی که ممکنه اینه که مگر اینکه مود داشته باشه. و اصلا اینا به کنار، مپش خود مپش شیدر پک داره، نمیدونم اسمش شیدر پک فکر کنم، که معنیش هم یعنی این که کیفیت داره بازیش. برای خاطر کیفیتش هم هست که 100% اینجوریه. نگاه کنید فقط که لگی میزنه گوشیم. اصلا من اصلا کریتیوم، میتونم بدونه اصلا همین بدون این نردبونا برم، وقتی میتونم تندترم حتی برم. برای چی نباید برم؟ شد ویدیو داره ضبط میشه. یه از احساس کردم ویدیو ضبط نمیشه، انقدر صورتی دارم میرم بازم داره لگ میزنه. بچه واقعا انقدر طبقاش زیاده، فکر نکنم اصلا تو سروایل بشه اصلا این کارو کرد و اینقدر صورتی. اصلا اینا به کنار، حالا ببینید چه ذوقی میگیریم. بچه ها منم مثل بچگیام الان خیلی آرزو داشتم. من بچگیام ماینکرافت بازی میکردم دیگه، خیلی آرزو داشتم برج میلاد رو بسازم و باورتون نمیشه. به خاطر چی باورتون نمیشه؟ اینکه من برج میلاد رو ساخته بودم و اصلا دوست ندارم بچگیامو ناراحت کنم، ولی خب خیلی زشت شده بود. و حالا بریم نوک برج میلاد رو بهتون نشون بدم. اصلا خورشید نگاه کنید چقدر واقعیه. بچه‌ها یه ساب کنید، حداقل 20 تایی بشیم. مردم دارن جشن میگیرن، میگن او ساب کنید 500,000 تایی بشیم. هاها. نه اونقدر مثلا دیگه داغ ندی. 500,000 تایی حالا ساب کنید مثلا 500,000 تایی. حالا من که میگم ساب کنید مثلا 20 تایی بشیم. بچه مرسی که تا این ویدیو همراه ما بودید. خیلی ذوق زدم برم مپ بیکینی باتم رو بگیرم، بیکینی باتم اصل بدون برج میلاد، تا ببینیم اون چه شکلیه دیگه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه